آخر هفته گذشته محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در یک مراجعه ویدیویی با لحن شدید استعفا و برکناری حکومت زیر رهبری پرزیدنت امامعلی رحمان را طلب کرد. در پی این برآمد صابر ولیев سابق فعال گروه 24 در صحیفه خود اظهارات نشر کرده و محیدین کبیری را به آن متهم نمود که مردم تاجیکستان را به انقلاب دعوت میکند که میتواند جمهوری را بار دیگر به خونریزی بکشد. خب این لحظه ها در خط مستقیم با ما هر دو جانب محیدین کبیری و صابر ولیев نشستند و سلام به شما میگم. و خب سوال اولین من نخست از محیدین کبیری است که چرا محض حالا به قول صبر شما لبریز شد و شما با چنین مراجعت برآمد کردید؟ درود بر شما و به بینندگان شما، اینچنین به همه دوستانی که در استودیو هستند. ببینید، این معنی لبریز شدن صبر نیست، بلکه البته ما بعد از تحلیل وضعیت دیدیم که حکومت امروزه به خصوص رهبر تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمانوف دیگر توان اداره کشور را ندارد، ولی او میتواند با حکومتش این وضعیت رو تا یک مدت دیگر ادامه بدهد. اما ما مطمئن شدیم که وضعیت در تاجیکستان نه از لحاظ اقتصادی نه از لحاظ سیاسی و بخصوص در مسئله مدیریت این گونه بحران ها در آینده بهتر نخواهد شد و این ما را وادار کرد که در این لحظه با این طلب قاطعانه برآمد کنیم که وقتی آن رسیده است که تاجیکستان یک حکومت نو داشته باشد. این هیچگاه به معنای لبریز شدن صبر یا یگان حالت غیر عادی دیگر نیست و من مطمئنم که اکثریت کارشناسان و مردم تاجیکستان این نقطه نظر ما را حقیقتا درک میکنند. حالا میتوانند مخالف یا موافق باشند، اما همگان درک کرده ایستادند که دیگر رهبریت امروزه تاجیکستان از لحاظ ذهنی، توانمندی، فکری و شاید حتی سلامتی هم قدرتی اداره کردن کشور رو در آینده نداشته باشه. خب جناب کبیری، من اینجا میخواستم از برآمد شما یک نکته رو بیارم که شما گفتید باید خود مردم در فکر آن باشد که چگونه شخصی رو که دیگر صلاحیت و تو حق معنوی پرزیدنت بودن رو از دست داده است باید از قدرت بیرون کند، آن هم بدون کدام خشونت و جدال و بدون ضرر بزرگ بر جامعه و مردم و ملت. خب بیان میبینیم شما مردم رو دعوت میکنید که جناب رحمان رو از قدرت بیرون کنند. این دعوت به انقلاب و کودتا نیست یعنی؟ نه، ببینید، دعوت اولی ما با خود رحمانوف است که وضعیت رو درک کند، مسئولیت شناسی در پیش ملت و کشور و مردم نشان بدهد و خودش برود از قدرت. اگر این کار را کرد، حداقل نامش در تاریخ همچنین یک چهره مثبت تا حد باقی خواهد موند و نشان میدهد که به خاطر قدرت و منصب تا آخر حیات و تا آخرین لحظه بحران در قدرت نمی‌ایستد. اگر در صورتی که رحمان این مسئولیت شناسی را نشان نداد و خودش از قدرت نرفت، در اون صورت باید نخبگان ملت، چه کسانی که در حاکمیت هستند چه کسانی که بیرون در حاکمیت هستند، اونها در یک مشورت ملی باید مرحله بعد از رحمانوف را فکر کنند و رحمانوف را وادار کنند که به این قناعت برسد که باید از قدرت برود. اگر این دو کار انجام شد، نه هیچ ضرورت به انقلاب میموند، نه به قیام مردمی میموند و هیچ گونه خشونتی هم در کار نیست. خب صابر ولیев، شما پاسخ جناب کبیری رو شنیدید، شما با این پاسخ چی میگید؟ شما رو قناعتمند میکند یا نه؟ چی ناراضگی دارید شما؟ اولا سلام خود رو با رادیو آزادی و بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی میرسونم و البته سوالی که این صحبتی که ما اینجا انجام میدهیم با جناب کبیری، من بار اول در فریدم هاوس چون یک نشست یک صحبت آنلاینی بود که ما اونجا صحبت کرده بودیم و این دوم یک صحبت آنلاینی از طریق شما رادیو آزادی برقرار می شود. ولی من از گفته هایی که جناب کبیری حاضر گفته ایستادن که مثال این شاید در سخنرانیش میگن شاید مثلا کسل باشن، حتی مطمئن نیستن، شاید در اینجا میگوین. اما در ما یک زمان جنگی برای ما جنگ شهروندی بود در تاجیکستان، ما این رو دیدیم و بعد از اون من در همان یک پستی که در فیسبوک نوشتم جوابنامه به این برآمد جناب کبیری که من گفتم که ما بعد از این جنگ 15 سال دوره برقرارکنی بود
که خیلی که خودشون میگن اقتصاد ضرر امروز دیده است. اما از انقلاب اگر مبادا انقلاب شود در تاجیکستان و ما چقدر این ضرر این رو حساب کردن یا نه. و دیگران که اینها امروز دعوت دارند که ما نفرها داریم، شخصیت هایی داریم که در آینده میتوانند چیکار کنند، با هم بیایند و حکومت نو رو بسازند. اما ندیدیم این شخصیت یعنی شما چی نظر دارید؟ اون حرفایی که حالا جناب کبیری گفتن چی از نظر شما با اون؟ من اون حرف و نظر جناب کبیری رو قبول ندارم. چرا قبول ندارید؟ قبول ندارم، این فکر من قبول ندارم. شما چی پیشنهاد دارید؟ شما وضعیت رو چگونه میبینید؟ شما که در داخل هستید، خب اونا که در خارج هستند. امروز ببینید من در دوشنبه قرار دارم. من طول چند وقتا در خارجه بودم. وقتی که من با دوشنبه برگشتم، امروز من میبینم دیگرگونی رو میبینم و اون قانون عفو که نسبت شخصا من تطبیق گشت و امروز من آزاد هستم، در وطن هستم، در دوشنبه قرار دارم. و اون حرفایی که اونها میگن، مثلا ببینید مردم رو میترسونن که اگر شما به وطن برگردید مثلا شما رو زندانی میکنن. اما من یک نمونه شخصی که برگشتم و من نمیدونستم نسبت من چی عمل با وجود میاد، یا من زندان میشم یا که در آزادی میمونم. امروز شما ببینید که من در آزادی هستم. بله، من اینجا میخواستم یک چیز رو تاکید کنم که بیشتری ها با صمیمیت شما شبهه دارند و شما نفری بودید که خودتون از مخالفین طرفداری میکردید، یک عضو مخالفین بودید و حالا به سوی آنها سنگ میاندازید و بیشتری ها بر این نظرند که این یک نوع اشاره از سوی مقامات است به شما، این دستور مقامات است و شما یک نوع جبران عفو آنها رو الکی پرداخت میکنید. تو کدام اندازه این نظرها درستند؟ البته این فکرها است. انسان ها هر گونه میتونن فکر کنند، در فکرانشون آزاد هستند. هر کس هر چونه فکر میکرد. امروز چونین سخن ها زیاد هستند. با من زیاد دوستان مراجعت کردن، می نویسند که گویا من یک روپر ولاستی شده باشم. اما این چونین نیست، چون که من در فکر عقیدم آزاد هستم. من امروز همچنین یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتونم عقیده خودم رو نسبت اون یا اون این یا اون مسئله ابراز نمایم. خب جناب کبیری، شما پاسخ ولیف رو شنیدید، پس شاید شما نیز برمیگردید. خب میبینیم که صابر ولیف راضی است از اونی که برگشته است و هیچ جزایی را هم ندیده است. شما چی نظر دارید؟ اگر که این رو در خارج است و مبارزه میبرد، همین پروسس یا روندی که صابر جان گذاشت اگر همین رو قبول کند و برگردد، یک پروسس تحقیرآمیزی که اول جای عریضه یا درخواست یا بنویسی که من جنایت کردم، گناه کردم و قبول میکنم، بعد مرا عفو کنید، شاید که اکثریتی یا همه برگشته تا اونم. اما ما فکر نمیکنم که همه این رو قبول داشته باشن. همه میخواهد به وطنش برگردد، نزد خبر باشد و اما در یک مبارزه با یک روش سربلندانه و محترمانه. هیچ کس نمیخواد در خارج باقی بماند. بنابراین همین من اون شکلی که صابر جان پیشنهاد میکنن شاید برای ایشان قبول است، اما من باور دارم که برای اکثریت مردم تاجیک با خصوص کسانی که مبارزه میبرن این یک نمود تحقیر شخصیت. چرا؟ خب پس چگونه یک نفری که جنایت نکرده است و اون میاد اعتراف میکنه، او رو مجبور میکنن، میگن که تو اول عریضه بنویس که من جنایت کردم، این گناه رو به دوش میگیرم و از شما خواهش میکنم که مرا عفو کنید. این مگر تحقیر یک مبارز، یک شخصیت نیست؟ یعنی صابر شما همین گونه یک عریضه نوشتگی هستید و اعتراف کردید که واقعا جنایتکار بودید، جنایت صادر کردید؟ نگاه کنید، اینجا ما باید اول درک کنیم که مثلا هر یک انسان در نزد خودش جوابگو است. مثلا میداند که چه عمل رو انجام داده است. مثال من در نزد وجدان خود میدونم که من چه عملها رو یعنی که کردم یا که فعالیت من البته چند سال پیش جوانتر بودم و اون زمانی که مثال با حرکت های سیاسی وقتی که من شامل شدم، بیشتر من پهلوهای سیاست رو اونقدر درک نمیکردم و وقتی که من در این طول چند سال باز وقتی که شامل سیاست شدم، از سیاست آموزش کردم، تجربه کردم، خصوصا در بخش با جوان‌ها من بسیار کار کردم و من دیدم که روند ما خطا است و درستا ما دقیقاً خطا کردیم و برآمدهای حتی بودن در یوتیوب که شما میدونید رهبری پیشتر گروه 24 و این چون شرافالدین گدایف دعوت به خشونت و به خونریزی کرده بودند و این
با گروه 24 در تاجیکستان همچون حرکتی ممنوع و اکستریمیستی اعتراف شده بود. یعنی این صرف خواهش خود شما هست، یعنی به شما دعوت نشده بود و اونی که شما چند روز پیش با اظهاراتی که بیانیه محیدین کبیری اظهار نظر کردید، این هم به خواهش خود شما بود یا از یگان جای دیگر شما الهام نگرفتید؟ البته این به خواهش خودی من بود، چون که من شخصا جناب کبیری رو میشناسم و حرکت های اونها رو همچون من در خارجه بودم و دل من برای اون جوانهای میسوزد که امروز دور از وطن هستند و بعض جوانهایی که در مابین موندگی هستند، اونها میخوان به وطن برگردن اما میترسند. من نمیدونم در اینجا کدام گروه هست، کدام شخصیت هست که بعض بازی ها رو در اینجا میبرند و میخوان که چونین مردم یک قسمش در خارجه باشد، قسم دیگر یعنی پراکندگی باشد. اما ما باید امروز ما دیده ایستادیم. من شخصا 1 سال آموختم که همین روندی بازگشت رو آیا این واقعی است یا این یگان بازی است یا ساختگاری است. خب ببینید ولی ما تا جای میدونیم شما نیز در خارجه بودید تو چند مدت و خیلی خوب کبیر رو میشناسید، با هم دوست بودید سالهای طولانی و تا جای ما میدونیم پدر شما نیز یک زمان فعال حزبی اکنون ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان بود. حالا مناسبت شما چه خیلی است بعد اینکه به تاجیکستان برگشتید؟ دشمن شدید یعنی؟ نه، این دشمنی نیست. ببینید که همین عقیده نادرستی که امروز در مابین مردم دور میزند، اگر یک انسان از یک طرف به طرف دیگر گذشت این معنای دشمنی را ندارد و امروز که من به وطن گشتم این معنا اون ندارد که من امروز حکومتی شدم یا اعضای کدام حزب یا حرکت یا سازمانی. خب جناب کبیری شما مناسبتتان تغییر خورد یا نبودین؟ ببینید شما، من در اینجا فکر میکنم که ما باید درباره آن صحبت کنیم که آینده تاجیکستان چگونه میشود و چگونه باید رحمانوف از قدرت برود. مثلا مناسبت شخصی من و صابر یا خانواده صابر نیست. اصلا من نمیخوام با صابر در این باره صحبت کنم و او رو در حالت ناگوار بگذارم. چرا؟ برای آنکه خب شاید من شما رو میبرم برای اینکه برای بیشتری هم عجیب است وقتی یک نفری که در یک سنگر بودند و غیر انتظار از اون سنگر به این طرف سنگر میگذرد و موقعش رو عوض میکند و با یک دیگر سنگ میاندازند. خب میخواند اون طرفو بدونند که گپ سری چی است، چرا یک بار چنین شد؟ ببینید من شخصا به هیچ کس سنگ نانداختم. در تجربه من در تاریخ من شما نمیبینید هر کی به من سنگ انداخته است این به خودی او حواله است. صابر اولین کسی نیست که از سابق همسنگران یا دوستانی من به من سنگ اندازد، ولی من هیچ وقت جواب نمیدم. اما به هر وقتی که شما در پارلمان بوده جناب کبیری، شما مثلا تا حد به صبر دعوت میکردید. مثلا شما رو اگر کمی چند باشد میگفتند میستر صبر به اصطلاح مینامیدند و حالا شما هنوزم فکر میکنم که صبر من پابرجاست و من خیلی صبر کرده ایستادم. اما وضعیت وقتی که من در دوشنبه بودم چی وکیل بودم چیانه فرق میکرد. ببینید رحمانوفی تا 2015 از رحمانوفی 2020 فرق میکند. تاجیکستان 2013 2012 از تاجیکستان 2020 فرق میکند. اون زمان همون میدونیم که بله وضعیت دشوار بود، اما به هر حال یک مقدار آزادی بود، یک مقدار دموکراسی بود، یک مقدار مردم نفس کشیده میتوانند. اما میبخشید من علم بیشتری هم از زمان هست که تا اون زمانی که شما در داخل کشور بودید تجارت خود را داشتید، در پارلمان بودید، شما به همین خاطر به صبر دعوت میکردید و حالا که خودتون به اصطلاح در پوست خودتون احساس کردید و اکنون دعوت میکنید که باید به قول حکومت تغییر بخورد. ببینید من این شکایت ها را قبول دارم، قسما اینا را میشنوم، اما بیاید هر کسی را از سیاستمداران تاجیک که در طول تاریخش در داخل تاجیکستان از من سخت‌تر و بیشتر حکومت رحمانوف را و شخص رحمانوف را تنقید کرده است اگر نشان بدهد من دست او را میفشارم. بله من وقتی در تاجیکستان بودم هیچ وقت به انقلاب دعوت نمیکردم، اگرچه طرفداران حزب ما دعوت میکردند. چرا؟ برای آنکه هنوز هم امید داشتم که این حکومت اصلاح شونده است و واقعا هم امکانیت اصلاح وجود داشت. ما امکانیت صحبت کردن با حکومت داشتیم. در همین 3 ماه اخیر، من نمیگم که در این 5 سال اخیر، حداقل در همین 3 ماه اخیر حکومت تاجیکستان نشان داد از خود که یکمش نه قابل اصلاح است، دیگه که حرفی طرف مقابل را اصلا نمیشنود. اما بدبختی هم همین است جناب کبیری، وقتی در تاجیکستان یک نفر صاحب وظیفه شد دیگر لبش به قول خاموش است و طاقت میکند به اصلاح آب میشود، نه؟
متاسفانه این چنین هست، اما این نظر نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بعضی نیروهای مخالف نسبت حزب سوسیال دموکرات نسبت محمد روزی اسکندر و زاهد سعید و صدق ندارد. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم خاموش نبودیم. ببینید اگر من نمیگفتم و خاموش میبودم مثل دیگران نسبت من پرونده جنایی باز نمیکردن، مالکیت مرا نمیگرفتن، از کشور بیرون نمیکردن، بچهای ما را زندانی نمیکردن. مادامی که همه این کار را کردن پس معلوم میشد که ما خاموش نبودیم، گفتیم. بله یگانه فرق در این است که ما اونجا به انقلاب دعوت نمیکردیم. الان هم ببینید من به انقلاب دعوت نکرده ایستادم، من به تغییر حاکمیت دعوت کرده ایستادم. اینجا فرق خیلی بزرگ است بین انقلاب و بین تغییر حاکمیت. من بسیار میخواستم که خود رحمانوف با احساس مسئولیت شناسی برود و یک حکومت ملی بیاید که تمام قشرها را جمع کند. شرط نیست که ما حتما این کار از طریق قیام مردم انقلاب یا راه دیگر کنیم، اما انقلاب خودش دوستان عزیز ببینید من یک جمله رو میخوام بگم. انقلاب در شرایط تاجیکستان برابر آن است که شما نه مریض میخواهد عملیات جراحی کنند نه طبیب، میخواهند با راههای دیگر طبابت کنند. وقتی که دیدن نمیشود طبیب مجبور میشود عملیات جراحی رو پیشنهاد کند، مریض هم راضی میشود اگرچه درد دارد. بیاید تغییرات حاکمیت و پیشرفت رو بدون خیزش مردمی و انقلاب انجام بدیم. چرا این کارو نمیکنیم؟ بله نظر شما رو فهمیدیم. و سوال من به صابر ولیف است که شما رو همین گونه دورنما نمیترساند؟ مثلا شما امروز آمدید با حکومت نزدیک شدید، به قول شیرین شدید، ولی اگر باز هم نظر مخالف داشته باشید همین گونه پیامد داشته میتوانید، یعنی به قول بیرون میشوید. البته نگاه کنید در اینجا نقش من میخوام روزنامه‌نگاران هم باید بگم که مهم است. باید روزنامه‌نگاران باید در همین شب و روزها و عموما باید خبر رو درست و دقیق و هر طرف رو گوش کرده. بله ما مشورت شما رو گوش میدونیم، اما شما مثلا نظر خودتون رو بگید که مثلا شما چی نظر دارید. بله ما رسالت خودمون رو انجام میدیم و شما هم. بله من شما میگه ترس، برای من هیچگاه ترس نیست. مقصد من اگر میترسیدم امروز وطن برنمیگشت. من اگر میترسیدم همون شبی که از ترکیه به مالداویا پرواز کردم من پرواز نمیکردم. خلاص من حتی میدونم از زندانم شدم، من چند سال فعالیت کردم. من در داخل همون بعضی مخالفانی که امروز مبارزه میبرند و صداهای دعواهای کلان دارند، من از این نگران هستم که من پتانسیل اونها رو میدونم و چی قادر هستن و امروز میخوان تغییر حاکمیت صحبت کنن. خب ببینید جناب کبیری، در واقع صابر ولیف شما رو به اون متهم میکند که در چند سال اخیر شما حداقل نتوانستید یک کادر رو تربیت کنید. شما با این چی میگید؟ ببینید من خیلی افسوس میخورم که جوانان مثل صابر جان و دیگر جوانانی از یک طرف بیا تحصیل کرده هنوزم تفکرشون درباره حزب سیاسی و روندهای معاصر برابر همون تفکر درباره حزب بلشویکی است. اینا اصلا فراموش کردن که مفهوم معاصر یک حزب سیاسی از اون فهمیش زمان بلشویکی و حزب کمونیست فرق میکنه. اون زمانی بود که حزب کمونیست برای خودش پنت اکادمی داشت، مکتبای حزبی داشت و کادرهای را تیار میکرد که برای ایدئولوژی حزب خدمت میکردن. ولی کادر شما نیست جناب کبیری. در زمان معاصر یگان حزب سیاسی نمیتواند برای خودش تنها کادر حزبی تیار کند. او باید برای از ملت کادرها رو بگیرد و به ملت خدمت کند. من خیلی افسوس میخورم که هنوز جوانان ما امروزه که ما رو متهم به حالا میگن که کلاسیکی هستن، خودشون تفکرشون از حزب سیاسی مثل یک تفکر زمانی بلشویکی است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی، تمام نیروهای مبارز از ملت کادر میگیرند. نخود که 9 میلیون اهالی تاجیکستان 50 کادر ملی نداشته باشد که در آینده کشور رو مدیریت کند. من فکر میکنم کسی میگوید که حکومت آینده بعد از رحمانوف کادر ندارد، کادر نمییابد، این یک تحقیر ملت است، تحقیر 9 میلیون آدم است. من مطمئنم که در بین 9 میلیون نه تنها 50 100 نفر کادرای است که هر کدامش از حکومت امروزه بهتر و خوبتر عمل میکنند. بله من میخواستم اکنون به یک موضوع داغ رو بیاریم. این بحث‌ها هم در پس منظر همین موضوع بیشتر تیزتون شدن در موضوع گسترش بیماری کووید 19. جناب کبیری شما چی فکر میکنید چرا مثلا تا 30 اپریل مقامات تاجیکستان پنهان داشتند و نگفتند که در کشور این گونه بیماری هست، وقتی رادیو آزادی اولین رسانه‌ای بود که درباره احتمالی وجود این گونه
بیماری در تاجیکستان صحبت کرد. بگیم تمام جامعه، اکثریت جامعه در نسبت رادیوی آزادی به اصطلاح جنگ اعلان کردند و جهاد اعلان کردند و بالاخره طوری هم میبینیم تا جای این اساس داشت نوشته های ما. ببینید، در موقع حکومت نباید منطق را جستجو کرد. منطق حکومت امروزه برای چه آنها پنهان کردن، این دقیقاً مثل رهبری کره شمالی و رهبری ترکمنستان است که تا امروز هم آنها اعتراف نکردند. اما چرا حکومت تاجیکستان بر خلاف کره شمالی و ترکمنستان مجبور شد اعتراف کند؟ برای آنکه این نقش جامعه شهروندی، نقش رسانه‌ها، نقش اپوزیسیون بود و از همه مهمش سفر هیئت سازمان جهانی بهداشت بود که به تاجیکستان میرفت. اگر حکومت ترکمنستان هم اجازه میداد که سازمان جهانی بهداشت به این کشور سفر کنه، حتما یک دو روز پیش از سفر آنها اعتراف میکرد. اما در راه برای اون سازمان باش تاجیکستان که نمیتواند این کار را کند چون نیاز به کمک جامعه جهانی دارد، مجبور شد این هیئت را بپذیرد. اما یک دو روز قبل از آمدن اعتراف کرد که در تاجیکستان کرونا ویروس است. اگر این نمیرفت، اگر فشار جامعه شهروندی نمیبود، اگر فعالیت شما و اپوزیسیون نمیبود، من مطمئنم که تا لحظه آخر رحمانوف تلاش میکرد که وجود کرونا ویروس در تاجیکستان را پنهان کند. خوب صابر ولی شما با این گفته های کبیر، یعنی در نسبت بیماری کووید 19 و نقش ژورنالیستان و جامعه شهروندی و جامعه جهانی در این مسئله چی نظر دارید؟ راضی هستید یا نه، یا با این هم مخالف هستید؟ من راضی نیستم با گفته‌های جناب کبیری. چرا؟ چونکه آنها ذکر کردن که نقش ژورنالیستان و اپوزیسیا گفته ایستادن. من خودم شخصا دیدم که امروز مخالفین از این وبا و این وبایی که تمام نه تنها تاجیکستان بلکه تمام دنیا را در یک حالت نافهما گرفته کرده است و اینقدر مردم مثال امروز نزدیکان خودشون را از دست میدهند، هنگامه سازی کردند و حتی که مثال از همین دردی که امروز بالای ملت اومده است، مردم اینا از این سوء استفاده نموده به هدفهای سیاسی خودشون استفاده دارن. البته خطا است، اما امروز من از روزنامه‌نگارها هم خواهش میکنم که باید در همین شب روز در احساسات مردم مثل بازی نکنن و باید بسیار نازکانه رفتار کنن. یعنی واقعا تا 30 اپریل جای نداشتم این گونه بیماری در تاجیکستان؟ یعنی حکومت واقعا حق بود؟ ببینید، من یک چیز رو میخوام قید کنم و اینقدر مردمی که حالا نوار میفرستن، شما با ژورنالیستان نه، شما با کاری حکومت رو بها بدید و اون نوارهایی که در اختیار رسانه ها گذاشته می شود، اینقدر مردم شکایت میکنن از بیمارخانه ها، از دیه ها، یعنی این همه کاری ساخته است؟ یعنی این دروغ است؟ این هیچ کس نگفته است با شما که دروغ است، اما شما ببینید که نظر دیگر طرف رو گوش نمیکنید. من حق دارم که روزنامه‌نگارها رو هم تنقید نمایم. روزنامه‌نگارها هم میبخشید مثال اونها هم یگون فرشته کی نیستن و مثل همه انسان هستن، خطا میتونن یک اخبار رو نادرست رسانن، مردم از اون اخبار نادرست فهمش گیرن. اما ما کاری حکومت رو بس داریم. ولی من کار حکومت رو من یگون مسئول حکومت نیستم، من یگون مسئولیت در گردن ندارم که امروز برایم بگم. ما مسئول ها داریم، مثال باید اونها برایم با ملت صحبت کنن، جواب بدن. اما ببینید که منم همین گرفتاری وبا شدم، 18 روز کسل بودم، اما از این من یگون هنگامه‌جویی نکردم، نبر اومدم و رکلام کنم خودم رو نویسارم که من همین کسل رو گرفتم. لیکن من خدا رو شکر میکنم که من امروز صحت هستم، صحت سلامت. باز امروز ما دیده ایستادیم که در کشور صاحبکارها و دیگر نفرها امروز دستگیری دارند مردم رو، اما مخالفین فقط سنگزنی دارند و از این وبایی که بالای ما اومده است سوء استفاده اما دارند. طبعا شنیدیم جناب کبیر گفت که هرگز در نسبت شما سنگزنی نکرده است و این شمایید که عیب میجوید، در حالی که زمان در پهلوی آنها بودید، عقیده های آنها را ترغیب میکردید و 180 درجه توپ خوردید. این فکر شخصی من است و من میتوانم که 180 درجه این طرف توپ کنم یا 360 درجه دیگر طرف. اما من خودم رو هیچگاه در یگان زمان حالت نفروختم و هیچگاه نمیفروشم. من باز تکرار میگم که در نزد وجدان خودم سوال و جواب کردم و باید امروز جناب کبیری هم در نزد وجدان خود سوال و جواب کند، چون که امروز دعوت گفته است که برای تغییر حاکمیت از سوء استفاده از این کووید 19 که من شخصا خودم
در اینترنت جستجو کردم، من اهمیت دادم. یعنی از روی گفته های شما برمیاد که ضعف در مخالفین است، در کار ژورنالیستان است، اما در کار حکومت هیچ ضعف دیدن نمی شود و به همین خاطر هر حمله که میکنید در نسبت این جانب است. شما ببینید تا آخر فکر من را گوش نمیکنید که کمی از موضوع دور می روید. برای همین شما گروه سیوم اینجا هست که ببینید در کشور مولداوی همین گونه خبرها پهن شد، در اوکراین چنین خبرها پهن می شود، در گرجستان چنین خبرها پهن می شود و امروز حتی در تاجیکستان ما میبینیم که مخالفین از این خبرها سوء استفاده دارند. پس اینجا چی مقصد است؟ چی بازی است در پشت این؟ چرا ما هنگام امروز آنم جناب کبیری میگن که باید همه با مثال یکدیگر فهمی باشد. یعنی جناب کبیری شما میتونید پاسخ بگویید به نظر صابر ولیف؟ انشاءالله که به من هم همین مقدار فرصت داده شود، چون وقتی که یک طرف خیلی طولانی صحبت می‌کند مسائلی است که خیلی مهم هستند. ببینید منم موافقم که روزنامه‌نگارها ملائکه بشر نیستند، ما سیاستمداران هم هیچ کس، اما اون کسانی که در خاور در سپوتنیک میگفتند که در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، اونها هم روزنامه‌نگار هستند. یعنی از این جهت حرفی صابر جان تا حد درست است که روزنامه‌نگاران هم در این مصیبت ملت سهم داشتند، اما نه اون روزنامه‌نگارانی که آمدن مردم رو آگاهی بخشیدن که خودتون رو احتیاط کنید، مثل ازیا پلوس، آزادی، اخبار، پیام یا دیگر رسانه‌ها. اگر کدام روزنامه‌نگار در اینجا مسئولیت دارد که در پهنشوی کرونا ویروس و مصیبت ملت، من به این فکر صابر قسمت راضی هستم. پس این روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های دولتی کار میکنند و خودشان میدونستن که در تاجیکستان این ویروس هست، اما از مردم پنهان کردن و باعث گرفتاری صدها و شاید هزارها نفر شدن. از این لحاظ من با فکر صابر در این مسئله کمتر موافق هستم. اما ببینید در یگان کشور دنیا صابر جان، در یگان کشور دنیا شما ندارید یگان دولت را که رئیس پارلمانش، پروکرور گنرالیش، دهها گنرال، مشاور پرزیدنت، رئیس ناحیه دیروز گذشت در تاجیک آباد تا این حد الیت حکمران گرفتاری کرونا ویروس شده باشد. وقتی که حجم کرونا ویروس در سطح دولت حکومت این قدر وسیع است، چی رسد به مردم عادی؟ من اصلا باور ندارم که شماره گرفتار شده 2000 باشد. حداقل 100,000 تاجیک یا تاجیکستانی در این شب روز این گرفتاری را دارد. مرده ها هم متاسفانه این 40-50 نفر نیستند، فقط شخصیت های معروف که در شبکه‌ها ما نامشان را می‌دانیم از 100 نفر الکی گذشت. پس با کدام رو می‌شود گفت که در تاجیکستان تا روز 30 کرونا ویروس وجود ندارد؟ اما به هر حال جناب کبیری در مسئله مرگ و میر ما دلایل ثابت نداریم که چقدر است. بیاید به چیزی که روشن است توجه کنیم، بعد تقسیم کمک‌های بین‌المللی که از طرف کشورهای دیگر به تاجیکستان کرده می شود و می‌بینیم در این زمینه نیز ناراضگی هست. هر دو طرف به این موضوع چی نظر دارید؟ خب ببینید، حالا من پس شروع کنم. همین خود تقسیم کمک‌های بشردوستانه نشان داد که حاکمیت دیگر توانی نه مدیریت را دارد نه اعتماد مردمی را دارد. اخیراً من خوندم که اتحاد اروپا و چند سازمان بین‌المللی هم خودشون گفتن که مستقیما این کمک‌ها را به بیمارستان‌ها خواهند بود، نه از طریق حکومت. این چه معنی دارد؟ معنی آن را دارد که دیگر آنها هم به حکومت تاجیکستان اعتماد ندارند. پس واقعا هم وقتی آن رسیده است که ما در این مسئله فکر کنیم. پیشتر وقتی ما میگفتیم که حکومت امروزه تاجیکستان بودجه کشور رو میدزدد، کمک‌های خارجی رو میدزدد، مردم میگفتن که شما اپوزیسیون هستید، تهمت کرده اید. امروز 9 میلیون شهروند تاجیکستان، سازمان‌های جهانی این رو با چشم خود دیدن. فکت وجود دارد. دیگر هیچ کس گفتن نمیتونه شما تهمت میکنید. من فکر میکنم که باید یک هیئت یا یک کمیته شهروندی در تاجیکستان از حساب جامعه شهروندی تأسیس شود تا اینکه تمام کمک بشردوستانه که از خارجی‌ها و از مردم میشود در اونجا جمع شود و اونها مسئولیت. اما ببینید وقتی سال 97 وقتی سازشنامه صلح امضا شد وضعیت همین گونه بود. یعنی سازمان‌های بین‌المللی اون کمک بشردوستانه که میکردن خودی آنها در تاجیکستان آمدن نظارت میکردن، ولی شما هم فکر میکنم از زمره آن نفرانی بودید که روزگی دادید که این سازمان‌های بین‌المللی دیگر از کشور ترک کنند و حالا همین گونه وضعیت با وجود آمده. شما خود را یا که مخالفین را در همین کاری که حالا ادامه دارد میشود گناهکار می‌حسابید یا نه؟ مخالفین چگونه میتوانند در کرونا ویروس، منظورم تقسیم کمک‌های بشری وقتی سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تاجیکستان همین چیز بر عهده داشتند؟
این تنها یک عیب دارد، این که دیگر به حکومت تاجیکستان هیچ کس اعتماد نمیکند. این معنی آن را دارد که خود شما هم حاضر گفتید که وضعیت تقریبا به سال 97 شده. سال 97 جنگ بود. حکومت تاجیکستان در 25 سال بعد از جنگ وضعیت را به همون حد آورد که امروز ما مثل که بیا در جنگ باشیم. دیگر نه مردم به حکومت باور دارد نه سازمان‌های بین‌المللی. این خلاصه شما و خلاصه ما یک بار دیگر نشان می‌دهد که واقعا هم وقتی تغییر حاکمیت رسیده. خب صابر ولی شما چی نظر دارید نسبت تقسیم کمک‌های بشردوستانه؟ البته باید در مسئله کمک‌های بشردوستانه باید شفافیت باشد. این مثلا جای چیز نیست، اما این نگرانی از اون نیست که ما تشکر میکنیم از همون کشورها و سازمان‌هایی که به ملت تاجیک امروز دستی یاری دراز کردن در این مصیبت. اما ببینید که ما میبینیم امروز دیگر کشورها هم وقتی که این ویروس این وبا بالای سر آنها اومد، آنها هم آمادگی نداشتن. و امروز حکومت ما هم بعضیش تنقید میکنن که در مسئله تقسیمات پاموشی که دیر کردن. تنقید سر آن است که کمک‌های بشردوستانه را حکومت از نام خود به قول توفه کرده میسپارد. این تا کجا درست است؟ این به قول است، اما ما دیده ایستادیم در همین وطن هستیم. عکس‌ها هست که 100% دلیل این گفته هاست. این را چگونه میشود این کار کرد؟ من شخصا اون عکس ها رو ندیدم، اما اون چیزی که من دیدم کومنتار پاموش هایی که از دیگر کشورها اومد و تقسیم میشوند، اونها من امروز دیده ایستادم، نه تنها از خارج بلکه امروز صاحبکاران وطنی نیز تقسیم کرده ایستان در پهلوی مردم ملت هستند. امروز ببینید همین مخالفینی که امروز دعوا دارن نتوانستن حتی دستی کمک یاری دراز کنند. امروز ببینید، امروز اونها میگن که ما برای ملت هستیم، برای آبادی ملت ما کمک میخوایم، اما چرا اونها دستیاری امروز مصیبت بالای ملت اومده است دستیاری دراز نمیکنند؟ تا کجا توفه نام بردن کمک‌های بشردوستانه این درست است، کاری درست است؟ توفه این هر کس میتواند، یا توفه این شما اسمو باید فکت و اثبات و دلیل داشته باشیم که آیا این همون خاموش‌هایی بودند که از جانبی نمیدونم شخصیت همچون توفه شد. ما فکت نداریم برای، اما یک شخصیت میتواند توفه کنه، چرا که امروز اون تشبوس این کار رو گرفتیم و ما توفه نه، اما ما میخوایم یاردم کمک رسونیم. امروز ما دنبال همین کار هستیم، پشت این کارها گشته ایستادیم برای ملت خود. خب وقتی که از معاش دادند این را گفتیم، ولی وقتی که از کشورهای دیگر کمک بشردوستانه می آید و از نام مقامات به قول توفه گفته تقدیم می شود، این چیزی دیگر از فرق دارد. این صحبت‌های است که در شبکه‌های اجتماعی با وجود می آیند و ما امروز می‌بینیم که در نتیجه دلیل‌ها، در نتیجه اون نفرهایی که من نوشتم در این باره که اون فیک‌ها هستن، اون شخصیت‌هایی که از نام خود نیستن اما در پشت پرده هستن و هنگامه‌جویی میکنن و امروز تهمت کرده ایستادن. اما امروز ما واقعیت رو از پیش دیده ایستادیم. ما می‌بینیم امروز من در دوشنبه هستم دیده ایستادم که کمک‌ها مقصد میره به همون ناحیه‌ها یا اینکه خب نظر شما فهمو شد. جناب کبیری، من یک سوال به شما داشتم. شما که حالا از کاری حکومت و قول ایراد میگیرید و به ناتوانمندی هایش اشاره میکنید، فرض کردیم اگر شما در جای حکومت میبودید چی کاری را انجام میدادید در این شب روز؟ بله، خیلی سوال خوب است. من اولین کاری که اگر من در جای حکومت میبودم یا ما میبودیم، چه پیمان ملی یا یک حکومت جدید، اولین کاری که میکردم یک شورای ملی تأسیس میدادم از نمایندگان تمام قشرها، از مهاجرین، از کسانی که در خارجند، حتی از نخبگان امروزه که در حکومت هستند و یک نقشه این را میگن که خریطه راه برای تاجیکستان میکشیدیم، کوتاه مدت، میانه مدت، دراز مدت، که این تاجیکستانی بعد از رحمانوف را چیکار کنیم، چون واقعا وضعیت ما خیلی دشوار است. دشوار از اون است که ما تصور میکنیم. حالا رحمانوف و حکومتش با این تبلیغات مردم را یک هم ترک فریب دادن که همه چی خوب است، اما این کرونا ویروس تمام مشکلات جامعه ما را آشکار کرد. و اولین کاری که حکومت آینده باید انجام بدهد، چی من باشم چه کسی دیگر، در 100 روز اول حاکمیتش باید به ملت گزارش بدهد و نظر ملت را بگیرد که آیا با این مسیری که رفته ایستاده است ملت موافق است یا نیست. دقیقاً همون کاری که ببینید شالو برای که تاجیکستان امروزه را از بحران نجات داد، یگان ولسیپد را از نو اختراع کردن در کار نیست. همون تجربه کشورهای دیگر که موفق شدن در حالتهای بحرانی مثل گرجستان، ارمنستان که واقعا وضعیت ما را داشتند، اما ساکاشویلی توانست در یک مدت کوتاه با یک کماند جوان
گرجستان را از یک کشور فساد زده عقب مانده سابق شوروی به یکی از مرکزهای نمونوی رشد در جهان تبدیل کرد. چرا ملت تاجیک نمیتواند؟ بعضا ما رو میگن که کنی کادر شما، کنی امکانیت شما، کنی یا که برعکس میگن که اگر این کارو کنید جنگ میشود. این پسیکولوژی تاجیکی رو کنار مونه. ما رو از کودکی تربیت کردن که زود خواب رو که گود میاد میخوره. امروز ما رو با همون افسانه پیرزن ها میترسونن که خاموش باشید که جنگ میشه، خاموش باشید که اگر رحمان رفت. اما از جنگ که گفتید یادآور شدید، به هر صورت روی پیشرفتی هر دولت و ملت این وحدت است. پس این سوال آخرین است، چی باید کرد که وحدت به دست آید و مشکلات هم حل شود؟ به قول نه سیخ سوزد نه کباب، هم زندگی مردم خوب باشد و هم دولت رشد کند و در همین ردیف مثلا طرفها به هم دیگر مخالفت نکنند و به سازش برسند. بله، این مهمترین سوال است که شما دادید. چیکار کنیم که وحدت حفظ شود و آینده تاجیکستان را با هم ببینیم؟ ببینید، من برای این طرفدار آن هستم که یک شورای ملی تأسیس داده شود که یگان قشر جامعه خود را از این روند بیرون احساس نکند، ناواسطه از دینش، از مذهبش، از حزبش، از آن که در حکومت بود یا مخالف حکومت، تمام این قشرها بیان در اون شورای ملی شریک باشند و این خریطه راه رو برای آینده تاجیکستان با هم ببینیم. اگر ما این کار را کردیم، ببینید نه دیگر نیاز به انقلاب است نه به جنگ هست و همین پیام را صابر که الان در دوشنبه است خودش میتواند به حکومتداران برساند که خب وضعیت الان دشوار است و ملت دارد داد زده ایستاده است، از بیکاری، از مهاجرت در روسیه، از تمام قشرهای جامعه به داد آمدن. چرا این پیام را صابر که بسیار میگوید که من دلم به ملت و به وطن میسوزد و مثل که دوستی هم بله، دارد. بیاد از حالا که خود صابر اینجا است از خودی او بپرسیم که چی میگوید، مثلا او راه رو در چی میبیند که چگونه باید به وحدت برسیم. باید ما در اینجا یک چیز رو درست درک کنیم که جناب کبیری بسیار از ملت حرف میزنند. ملت من چه قید کردم 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان، اون چند نفری که امروز تنقید میکنن، انتقاد میکنن، از اونها هم مقصد ما 9 میلیون اینجا با دیگر فکر و نظرهای دیگرها هست. اینجا تنها مثال اون چیزی که جناب کبیری پیشنهاد میکنن اون نیست. ما باید همه طرفا رو گوش کنیم که دیگرها چی نظر دارند. البته وحدت این خوب است، چگونه که ما چند روز پیش شاهد یک حادثه بودیم در افغانستان. پرزیدنت اونجا اشرف غنی و عبدالله، جناب عبدالله، اونها یک سازش کردند بدون دستی خارجی ها، بدون اونها توانستند چیکار کردن، سر یک میز نشستند و یک توافقنامه رو امضا نمودند. امروز ما میدونیم که برای ما پوشیدن است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از خارجه مثلا مبلغ گذاری میشود، اونها حتی جنبه مبلغ گذاری خودشون رو آشکار نمیکنند. خب شما رای خود را پیشنهاد کنید جناب. بله، ما گفتیم که با وحدت شما رای وحدت رو پیشنهاد کنید. خب جناب کبیری پیشنهاد کردن، نظر شما چی است؟ من طرفدار وحدت هستم، اما نباید امروز مخالف، چرا چنین عقیده است که مخالفین تنها یک جناب کبیری که نیست، باز دیگر شخصیت ها هستند، اما ما اونها رو نمیبینیم. جامعه ما مشکلش همین است که اونها خودشون رو نشان نمیدن و موضوعی پسی پردگی میبرند. شما ببینید، شما حزب نهضت که حالا ممنوع است متهم میکنید به همه گناهایی که حالا هست، به همه بدبختی. خب طوری میبینیم اونها در خارج کشور هستند، نصفشون در محبس هستند ولی وضع بهبود نیافته است، مشکلات وجود دارد. دیگر گونه چی نکنید. شما امروز هر حرف میتواند حق پهلو دارد. شما ببینید من اون چیزی که گفته ایستادم اون حرفای کنکریتی هستن، یعنی مبلغ گذاری حزب از کجا است، کنی کادرهای اونها چی کارها رو اونها انجام دادن. باید امروز در نزد ملت حکومت تاجیکستان است تا کنون از خارجه پول میگیرد، با کمک سازمان‌های بین‌المللی و با کمک کشورهای خارجی اقتصادش پیش میبرد. ببخشید، شما ببینید این حکومت از حکومت قرض میگیرد و حق دارد قرض گرفتن، این جای عیب نیست. امروز خود امریکا قریب 20 تریلیون دلار قرض دار است. ما حکومت تاجیکستان تقریبا 3 میلیارد. این من اگر شخصا همچی از صاحبکار میتوانم از بانک قرض گیرم یا که از شخصیتی قرض گیرم برای کارهای خودم رو پیش بردن، یا هر کسی که در سر قدرت باشد باز قرض میگیرد. بسیار امروز جهان کبیری میاد که باید دیگرگونی شود. حالا در آینده اگر دیگرگونی هم شود، آنها چه قرض نمیگن اون شخصیتایی که در آینده میگویند. خب جناب کبیری، شما با این گفته های صابر ولیف پاسخ بدید و با همین خلاصه میکنیم. ببینید، من بسیار میخواستم که صابر جان وارد این موضوع نمیشد. در نوشتهش من خوندم که این تهمت رو کرد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از خارج مبلغ گذاری میشود
اما شما شاهد بودید که من تلاش کردم از این موضوع دور بریزم تا اینکه صابر جان رو در حالت ناگوار نمونه. حالش که یک تهمت است و هیچ دلیل ثابت ندارد. اگر دلیل دارد مرحمت بیارد بر رادیو آزادی و همه رسانه‌ها پخش کند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از پاریس مبلغ گرفته است و من خواهش میکنم که در آینده این تهمت‌ها رو نکند. اما ببینید صابر جان وقتی که شما کمتر مرزها رو میگذارید ما مجبوریم که ما هم چیز بگیم. شما در اینجا گفتید که با من ملاقات در این بین نداشتید، یادتون رفت که 2 سال پیش در ورشو آمدید با هم ملاقات داشتیم. بیاد وقتی که مرزها رو میگذارید اجازه بدید که باز همه چیز رو نمیگم. من میتونم برای آزادی باز نسخه بلیط ها و نسخه مبلغ های رو بفرستم که برای شما خرج شد و اگر شما قبول دارید که اینم از پول خارجی و از پول خواجگان خارجی است پس این است به وجدان شما. این حالا که از پول مهاجرین تاجیک در خارج بود که گفتیم برای یک جوان تاجیک که میخواد مبارزه را دوام بیاد و پیش شما بیاد برایش بلیط بگیرید بیاد و این تو هست. اما ببینید خوب بحث دراز می شود. بله به شخصیت ولی من میدونم که بحث دراز می شود هیچ وقت نمیخواست حرفا رو بگم. درباره مبلغ گذاری میگه باید یک تشکیل کنه که ما شنیدیم در همین رادیو آزادی بوده که ظرفا رحمانی گفته بود که چند میلیون دلار شما از دولت گرفتید از دولت. من درباره شما گفتم. خب بیاید همینجا صحبت رو قطع. ظرفای رحمانی اصلا موضوع ما آینده تاجیکستان بود اما صابر من میفهمم که مجبور است که این حرفا رو بگه اما حتی مجبور هم کرده یک حرف رو بگه که در این حرفا خطا است. من آزاد هستم، من اول صحبت کرده ایستادم، کسی ما رو مجبور ندارد. این فکر عقیده من است، من برای شما گفته ایستادم. من بار دیگر تکرار میکنم که جناب کبیری شما انقلاب دعوت نکنید. بله چون به نظر میرسد که جانب حرفی هم دیگر رو شما گوش نمیکنید. بیاید همینجا ختم میکنیم. من پیشنهاد میکنم تشکر به هر دو طرف بله که در برنامه ما در این صحبت ما شرکت کردیم. متاسفانه نتوانستیم از وحدت سخن کردیم و نتوانستیم به سازش برسیم در همین جا در حتی در مسئله کووید نیز با یک دیگر فهمی دست یابیم. خب با امید اون که این همه مشکلاتی که در تاجیکستان امروز هست بدون هیچ یک خشونت به پایان برسد و بیشتر از همه مردم عادی تاجیکستان رنج نبینند. ما صحبت امروزه را به پایان میرسانیم و بار دیگر یادآور میشم که در صحبت امروزه ما بینندگان عزیز قرار داشتن محیدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان و صابر ولی سابق فعال حزب گروه 24. سپاس به هر دوی شما و روز و روزگارتان خوش. رحمت.